الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. حمد و سپاس الله سبحانه و تعالی رو که ما رو هدایت کرد و حق رو با ما حق نشان داد و باطل رو باطل، تا اینکه ما اهل حق و اهل باطل جدا کرده توانستیم. و البته که در همین شب و روزهای آخر، در همین روزهای آخر بعضی از جهمی های سکرتن جهمی ها برآمدگی هستند در بین برادرهای اهل توحید. خود طالب علم نشان داده، خود شیخ و قاری و دیگر گفته در بین برادرهای ما بعضی شبهات پهن کرده، بالاخره اونها آشکار شدند که یکی از اونها به نام طالب العلم فارسی، یعنی اینکه طالب علم فارسی گفتنی احمد قاریش هم میگون، شیخ احمدش هم میگون، یک جاهلی، یک مشرکی مرتدی بیش نیست، یک زن طلاقی بیش نیست. اولا همین انسان من یکم مرتبه وقتی قطعش وا خوردم، قطعش صحبت کردم، از کدام جانب برای چی من این انسان تکفیر کرده ایستادم، یعنی مناط کفر همین انسان چی است در نزد بنده، در نزد من میخواستم همه را بیان کنم. اولا سخن خود این انسان گوش میکنیم، این در این نوارش مردم باز بس کلامهای عمومش فریب کرده ایستاده است و ما البته که این سخنها را خوب درک کرده خوب میفهمیم و ما این سخنها را وقتی قطعش صحبت کردیم خودش عذری بودگیش به گردن گرفتگی است، یعنی به زبان خودش اقرار کرد که من عذری هستم. یعنی چی گونه؟ حاضر اول این سخنش میمونیم، بعدا من انشاءالله اثباتش میکنم چی گفتگی است. گفت و این احد من المشرکین، یکی و این لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. پس این در حق ما یک بهتان است که این میگوید که در حق ما بهتان است که ما عذر دهنده مشرکین باشیم. میگوید این بهتان حاضر بهتان نبودنش من اثبات میکنم. ای احمد مشرک، اگر تو مرا میشنوی، البته تو خود خوب میدانی که در اون جایی که وقتی ما روبرو شیشتیم در بالای اون استال صحبت کردیم، تو کذاب، مشرک، عذری، مگر تو نگفتی که خالد مرد الغامدی عمه جهمی ها رو تکفیر نمی کند و دیگر از علما را آوردی برای عذر دادنی شخص جاهل و من به تو 3 روز یا اینکه 1 هفته گفتم، 3 روز یا که 1 هفته مهلتت میدهم، یا بیا در حال حاضر انا تحقیق کنیم که یعنی این سخن خالد مرد الغامدی را که آوردی. من گفتم بیا گفتم در این مسئله کتاب ها در نزد ما هست تحقیق کنیم. تو گفتی نه من خودم تحقیق میکنم. ما برای تحقیق با انشاءالله بازم به دیگر سخن ها میرویم به دیگر جا. انا اکنون من چی گفتنی هستم؟ ای مردم و ای اهل توحید، شما این خوبسو را، این خبیثیشون را نظر کنید که سالهای سال
این سالهای طولانی اینو انمی فریب و نیرنگ قطعی در پشت علما پنهان شده عقیده جهمیگی خود پیش برده ایستادن. خیلی که سالهای پیش در پسی ابن تیمیه رحمه الله پنهان میشیدن. ابن تیمیه عذر دادگی است، امروز هم همین گپا رو میگویم. یا محمد ابن عبدالوهاب، اونها را اثبات کردیم، هر یک اونها را شک و شبهه هاشون را رفع کردیم. انا اکنون با علمای معاصر گذشتگی هستند، یعنی پنهان شدن در پشت علمای معاصر، در حالی که تهمت است بر خالد ابن علی مرد الغامدی فک الله اسره، الله آزادش کند از زندان. این درجه گفت که خالد مرد الغامدی یعنی جهمی ها رو تکفیر نمی کند، جهمی ها را عمه جهمی ها را تکفیر نکرده است. بله ما این را قبول داریم، این سخنش هست، سخنش نیست نه، اما این مکرها یک سخن میخونند، دوم سخن عالم نمیخونند. سخنهایی که به عقیده جهمیگی خود ربط دارد این سخنها را میخونند، دیگر سخنها را نمیخونند. نگاه کنید، سخنی با کسی که عربی رو میفهمد نظر کنید. من حالا انشاءالله در کانال خود میپرتویم کتاب تکفیر الاشاعره گفته از خالد ابن علی مرد الغامدی. این کتاب میپرتویم در اولین صفحش، در مقدمش خالد مرد الغامدی میگوید که هذا و اینی كنت سابقا لا اقول بتكفير الاشاعره والماتريديه كما في كتاب نقض عقائد الاشاعره. طبعا یعنی میگوید که چون میگود من میگود سابقا یعنی قبلا میگود من میگود اشعری ها رو ماتریدی ها رو تکفیر نمی کردم، یعنی بله اشعری و ماتریدی ها رو میگود تکفیر نمی کردم میگود. و اما بعدا میگود من از این سخنم چی؟ از این سخنم گشتم میگود، از سخنم گشتم، از سخن پیشینم گشتم. برای همون میگود که القول و تبرأت منه ولا احل احدا ان ينقله عني او ینسبه لی. الله اکبر. نگاه کنید ده اینو را نظر کنید که چقدر خیانتکار هستند که یعنی خالد مرد الغامدی میگوید که و من میگود آن را سخنهای پیشینه خود را انکار کردم و به کسی حلال نیست اجازت نمیدهم. حلال نیست که یعنی سخنهای چی؟ سخنهای مرا نقل بکند، یعنی سخنهای پیشینه را، یا اینکه از سخنهای پیشینه من نسخه برداری کند، یا اینکه نقل کند، و یا اینکه به من نسبت بدهد. اکنون شما فهمیده ایستادید که این جهمی ها همیشه سخنهایی که به منفعت عقیده خود اینها ربط دارد انمون رو میگیرند، دوامش نمیخونند. برای چی؟ برای که اینها در عقیده خود، در عقیده جهمیگی خود یک نوع استواری هستند که در همون کفر و شرک خود نمیخواهند که توحید قبول بکنند و همچنین کفر اعراض هم دارند اینها، یعنی کفر اعراض هم دارند، زیر و حق قبول نمیکنند. برای چی؟ برای که توقف کردن در یک مسئله، توقف کردن یک روز است، 2 روز است، 1 هفته است، 2 هفته است، 1 ماه است، 2 ماه است. بعد از همونه که همین سخن گفت خودش شاهد است
دیگر با همراهی او من یعنی نماز نگذاشتم و در همونجا من تکفیرش کردم. تکفیرش کردم. البته لفظ قطعی من در روش نگفتم که تو کافر هستی، لیکن اعتقادا من وای خودش فهمید و این سخنهای مرا گوش کنه دیگر خودش میفهمد چگونه از اونجا چخیل طاقت نکرده، دلش تنگی کرده گریخته رفتگیش هم خودش خوب میدونه. و همین خاطر ما وقتی به این جهمی ها میگوییم بیا حق ظاهر شود، اونها نمیخواهند. اما برآمده به کلام های عموم ما رو میگن که اینها ما رو تهمت دارند، اینها ما رو تهمت کرده ایستادند. دوامی سخنش گوش کنیم چی میگوید. بلکه یا اینکه عذر دهنده کسی که مرتکب کفر اکبر و شرک اکبر بشود او را عذر دهنده باشه، که هر کسی که برها بیان کردگی هستیم که هر کسی که اگر مرتکب کفر اکبر و شرک اکبر شد نفر اسم شرک را میگیرد. بارک الله. انا اینجا میگه که هر کسی که به کفر و شرک اکبر واقع شد اسم شرک میگیرد. آخر سبحان الله چی خیل یعنی که هر کسی که اسم شرک میگیرد، بله درست، اما اینو بیان نمیکنن به مردم که کدام قسم انسان اسم میگیرد و کدام قسمش به عذاب، یعنی هم به اسم و هم به عذاب گرفتار می شود، هم به اسم و هم به عذاب. خیلی که قرآن به کجای رسید دیگر در اونجا فقط اسم داده نمی شود، هم اسم و هم عذاب است. و این جهلا این چیزها را نمی خونن. و این میگوید که من توقف میکنم و من کفت کب میکنم. میگوید عذر گوش میکنیم در مسئله عذری. و اما در رابطه به شخص دوم، شخصی که عذر دهنده است، شخصی که قائل به این است که میگه که من بعد از اقامه حجت تکفیر میکنم، قائل به این است که من میگه که بعد از اقامه حجت تکفیر میکنم. در رابطه نظر بنده در حال توقف کرده است. الله اکبر. آخر تحقیق یک روز است، 2 روز است، 1 ماه است، 2 ماه است. به تو چندین کتاب ها روان کردند. آخر چقدر تو در حال تحقیق هستی؟ یگان کتاب ها را خوندگی نیستی، 10 ها کتاب ها به تو روان کردگی هستند. 5 ماه وقت مهلت دادگی هستند بر تو. و انمین است اینها را متکبری و منافقی و بغض و کینهشون با اهل توحید و بازم بس کلام های عموم میخواهند مردم فریب بدهند. و انا اکنون نظر کنیم که این میگوید که من توقف میکنم. یعنی توقف آخر سبحان الله با قول خودش تکفیر می شود. باز نظر کنیم چی میگوید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصل این است که وقتی که انسان در رابطه مسئله صحبت میکرد بلکه با علم صحبت بکند، با جهل صحبت نکند، با علم باید که صحبت بکند. به خاطر اینکه مبادا به الله. آخر تو کذاب، وقتی که به الله افترا بستن به علمی باشد تو خودت قائل باشی، پس برای چی اون کتاب های روان کرده رو یگان تاش رو نخوندی؟ برای چی؟ انا به این سوال ما جواب تی مشرک. برای چی نخوندی اون کتاب ها رو؟ در طول 5 ماه شاید اون 10 ها کتاب ها رو شاید یک طالب علمی که واقعا طالب علم باشد حفظ کند اون کتاب ها رو. لیکن اینها بازم میگیم که کفر اعراض دارن. اعراض خیلی که در 10مین شکننده نواقض الاسلام آمدگی است که
الاعراض عن دین الله لا يتعلمه ولا يعمل به كفره. اعراض یعنی تعلیم نگرفتن. خودش به زبان خودش میگوید، به زبان خودش میگوید که آخر با اونها باید حجت رسانیده شود. ببینیم علما را، علما یعنی که از پیش خودش بعضی عالم میگد ما نمیدونیم اینو فقط همین عالم میگن تمام، عالم نام ندارد. تهمت به الله و رسولش بستگی هستند. تهمت به تمام سلف بستگی هستند. تهمت به علمای این معاصر بستگی هستند. انسانی که به الله و رسول تهمت میبندد، آیات‌هایی که در رابطه به تهمت است اون آیات‌ها را چگونه این میخواند؟ و بعدا دوام گپش گوش کنیم چی میگوید. الله عز وجل فرمود ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهمشن ولا تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. از این مخاطر باید که یک مسئله خوب متوجه باشیم که او همین است که انسان وقتی که سخن میگوید باید که به علم صحبت بکند، نه از روی هوا و خواهشات. از این مخاطر پس بنابر این آیاتی که الله عز و جل بیان کرده است، پس اینکه مبادا به الله عز و جل افترا نشود، از این خاطر ما توقف کرده. این میگه ما توقف کرده هستیم در حال تحقیق. تحقیق از کجا میکنی؟ تحقیق از کجا؟ کتاب های اهل سنت و الجماعه 10 کتاب به تو پرتافته شد، مگر تو حال تحقیق نشده است؟ این سخنها ای برادرها و ای خواهرهای اهل توحید، این سخنها برای فریب اهل توحید است. اینها میخواهند که اهل توحید فریب کنند. لیکن تو روزی که ما زنده هستیم، تو روزی که اینها انشاءالله هر یک سخن اینها رو ما در کار باشد رد میزنیم. هر یک سخن این جهمی ها را از همون تگی زمین دم بدورن بروند پنهان شده دعوت کنن، هم اینها را ما باذن الله سبحانه و تعالی ما اینها را آشکار میکنیم کی بودنشون. دوام گپش بر ضد خودش است. انا کن تماشا کنید. و همچنین یه بیان کرده هستیم که بعضی از علما هستن که در رابطه با شخص دوم میگن که بعد از تبیین و بعد از بیان کردن، الله اکبر، بعد از بیان کردن آخر 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه، این سخنش خوب اعتبار دید. بعد از بیان کردن خودش تکفیر کرده است. 5 ماه به این بیان کرده شد. 5 ماه به این بیان کرده شد. 5 ماه کتاب ها روان کرده شد. 10 کتاب. انا این است که به زبان خودش تکفیر کرد. سبحان الله، اینها اینقدر جاهل هستند که اعتبار این که به زبان خودش تکفیر کرد. و یک چیز دیگری هست که اینها فرق بین طاغوت پرست و فرق بین یک انسانی که مثلا مشرک است، بین اون فرق گذاشته نمیتوانند. بخشش فرق بین طاغوت پرست و بین عوزری. و اینها میگویند که هر کسی که طاغوت تکفیر نمیکند، وای عوزری هست. یعنی هر کسی که طاغوت تکفیر نمیکند در نزد اینها دویم آدم عوزری هست، یعنی طاغوت تکفیر نکرده. در حالی که کسی طاغوت تکفیر نکند کفر به طاغوت ندارد. کسی طاغوت تکفیر نکند کفر به طاغوت ندارد. اما در نزد این جهمی ها کسی که طاغوت اگر تکفیر نکند وای عوزری هست، عذر دارد میگه. و در این باره
در این باره در مسئله توقف کردن عذری و اینها چندین مراتبه ها بحث و مناظره ها شدگی است و چندین برادرها رفته قطعش صحبت کردن. به همین خاطر سبحان الله این قدر چیزها را فهمونده و این قدر حجت ها را رسوندن در طول 4 ماه و 5 ماه خودش حمیقه می شود که به زبان خودش انجا شما آگاه هستید، شاهد هستید که خودش میگوید بعد از بیان کردن و در دوام سخنش خیلی میگوید که بعد از ازاله شبهه و دیگر آخر تمام بیان کردن هم شد، ازاله شبهه هم شد، کتاب ها روان کرده شد، اعراض کرد، روگردانی کرد، در کفر اعراض هم گرفتار شد. یعنی از چند جانب کفر دارد آخر، از چند جانب. و همچنین یک کفر دیگرش که این انسان اعتقاد دارد که در حالتی که این انسان یک قبوری یعنی شاگرد حکمت مشرک است، در حال قبوری بودنش خودش یعنی مسلمان میگه، یعنی در حالی که همون صوفی مشرک بود همون حالت هم خودش یعنی اعتقاد دارد که در همون وقت من مسلمان بودم. برای همون احتیاط باشید از این جهلا، از این جهمی های زمانی که اینها خیلی کار کرده ایستادن، اینها مردم به نهایت گمراه کرده ایستادن و اینها فکر کردند که ما چی خیلی خواهیم همین خیلی دعوت کرده رفتن میگیریم، هیچ کس با ما کاردار همون چی میگن کو توش بیره را میگن خام حساب کردی کو رنگ همین بر اینکه توش بیره را خام حساب کردی تو اولی اکن تو امروزه ما صبر کرده اومدیم، تو امروزه دعوت کردیم تو را به توبه و به سوی هدایت. انا اکنون این نو سر شد. انا اکنون هر یک کلمه که گفتگی هستی من همین باور که همین نوارش گوش کردم، ما اکن راستی یک انسان از در مسئله عباره خونی و دیگرش سخت وای نمیکنیم، برای که لفظی خطاگی هم میشود، عباره خوندن هم نمیتونی تو جاهل، برای که تفسیر ابن جریر الطبری را چی خوندی؟ یک بار از دیگر نگاه کن، بعد گوش کن، خودت خطاگی خودت اصلاح کن. من المشرکین بالله و الظالمین انفسهم میگوی. آخر انفسهم اومدگی نیست، خیانت به ابن جریر الطبری کردی، خیانت علمی کردی، خیانت لفظی کردی، میموری کتاب خونی، آخر میموری هم کتاب در پیشت گرفته ایرو کتاب خونی اقلا الظالمی لنفسه اومدگی است اونجا، برو بخون جاهل. الله المستعان. خیلی ما در این باره‌اش وای نمیکنیم، لیکن خطاگی را ما در همه حالت باید بگوییم. از این خطاگی، این خطاگی است، اما شرک و کفر دارد این آخر برای یک انسانی که پروای دین الله ندارد، پس کجا بماند لفظهای علما؟ به علما خیانت میکند، به دین الله خیانت میکند، کجا بماند به لفظ یعنی که از بابت لفظ خیانت نکردن. الله المستعان. به همین خاطر الله سبحانه و تعالی ما را از مکر و حیله این مکرها نگه بدارد و الله سبحانه و تعالی ما را از گمراهی، از این جهمگی و از این زلالت ما را الله سبحانه و تعالی خودش نگه بدارد. و سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.